اینجا میمونه که زنده مونی تا دو چطور رفتن. ما احترامونه خواهش میکنم خاص از برای الله نوره استاپ کنین یا لایک یا کامنتر دریغ ندارین بعد سو برای خودتون پاک کنین همین پدر از شوق سلامت روی کنین وطن عزیز از بالینسا ببرورمش چی داشتگیم ایزن یکم چی داشتیم بیا فرزند و سراغ نکن ایزن دیا گفتم یک خواستم خونه ها در کنم کردم خونه ها در شوندم همه رو شکتر کنم در تویتر شکفتم که با موی مای افو میکن کنه وطن دیگه خشتوار میه شناست میه درجه چی هیچ کنه خیراشون قبول بگردونه و هیچ کار در همین غربی خورده کنه رحیم پروداکشن یک توصیه مفید برای شما. از ریختن موی سر تنقیسی میکشید، پس شامپونی تریچاپ برای شماست. ریشه‌های موی را سخت گردانده از ریختن باز می‌دارد. عصبانی هستید؟ گینکا بیلوبا برای آرامی عصبی شما. روغن کدو و روغن سیاه‌دانه برای یز و ژلودکا و گاستریت. از پادرد و بغندت اذیت میکشید، پس توصیه ما منتلین، مز تایلند و ملحم میباشد. میخواهید که ریش و موی سری زیبا داشته باشید، از مینوکسیدیل استفاده کنید. رد گینسن و سمیونوند برای فربهشوی شما و از فرمای سونامد باشد داروی گیاهی برای ساختن دیابت، پروستاتیت، پوچکی، پیچند و غیره ها را برای شما پیشنهاد میکنم. این همه را شما میتوانید از مغازه زیارت شو دسترس نمایید، البته با رقم های روی اکران بوده. شفای کامل به همه شما. بارک الله. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت و خانواده هستین. خداوند نگهبان هر یکی شما باشد. امروز ما با دیداربینی پدر عزیز اومدیم که در فدراسیون روسیه برادران عزیز برای یک لقمه نان حلال کار کردن، برای زحمت کشیدن، برای زندگی شماندگی بود. امروز محتاج شده که از همه ما شما یک دست گرفتیم. پدر مهربانان جراحی یکم کردن، جراحی دیم شوفتگان که در وطن برای که مبلغ کلان میغلطه و دلی پدرم همیشه میخواد که برام در وطن عزیز کنم. برادران از همه احترامونه خواهش میکنم خاص از برای الله نوره استاپ کنین یا لایک یا کامنتر دریغ ندارین بعد سو برای خودتون پاک کنین همین پدر از شوق سلامت روی کنین وطن عزیز از بالینسا ببرورمش ان شاء الله تا آخرش پیشنهاد شما میکنیم. السلام علیکم. و علیکم السلام. یک برنامه مسئله احمد فهد علمویچ ساو خوزی انگور باغ انگور باقی نوحیه باشه نوحیه اوسی توی چند خشی شما در فدراسیون یک سال هفت میشه یک سال هشت میشه همیشه ده ها هیچ خیلی که شما در بالینسا تا جایی که من میدونم هوای ما صحبت کردیم یگون فرزندتون یگون کس با دیداربینی شما نیامده چی داشتگیم ایزن یکم چی داشتیم بیا فرزند و سراغ نکن میدونم که شما در همین حالتی نه گب نمیزنم قدیم تماما گب نمیزنم چند پیسر چند دختر دو پیسر 5 دختر 3 دختر 3 دختر دو پیسر 3 دختر بعد جلو شدن فرزندو خیلی تمام رفت آمد دیگه مشکلگی نیستن یک میرفتم خبرشون میگرفتم گو خاکم خیلی زندگی زنگ گرفتم باید پای زندگی زنگ گرفتم با ایش خطیم نه 10 سال زندگی کم خونه ها در کم دو بچه چه صاحب دو بچه کارنیم سنفی نه همه در کشتیم پیششه خیلی توضیح یا شکل گم میزنیم یاردمشون میکنم ایش هم داشتیم خیلی نصیب باید از اندیا گفتم یک خواستم خونه ها در کنم کردم خونه ها در شوندم همه رو شکتر کنم در تویتر شکفتم که با موی مای افو میکن کنه انشاءالله ناز میشه دیدیم برادران عزیز برای پدرم که نه برای همه برادر جمعه که
یک حالتی وضع چیزی که باشه نباشه برای زندگی یک از برادرجان از اون سببی که ما داری بالینسا خشونوار کردن نمیتونیم. میدونین دوستان عزیز از همه احترامانه خواهش میکنم فقط یک دستگیری بهترین کنین انشالله ما پدر ساق سلامت با وطن عزیز روی کنیم. کلی چند شد پدرمون بالینسا؟ یک هفته زیادتر شد. یا ما بودم خیلی کسل بودم اهمیت ندادم. یک ایدس پاموند چی کسال؟ ژلچنی پوزیر من میگه چینی بازیش نگه جز موندگی اینجا میمونه که زنده مونی تا دو چیز رفتن باید با دفعشتون جاهایی کنید او میگم چنی سیگای چنین سیب ها این اختون چی میگه؟ دوام شما میخواید که جاهایی را در وطن عزیز کنید؟ البته در پیش نزدیک وطن دیگه خشتوار میاره شناس میاره درجه چی هیچی کنید؟ هست اولاد و رفیق هستن یاردم کن یک 30,000 زیادتر یاردم کن خیلی قرض پرس ندادم خیلی یاردم کن خدا خیراشون قبول بگردونه یا رفیقا بسیار یاردم کن شکرانه اختا روزی که در پستی میزنی بعد میفهمی یار رفیق برادر دوستیه دیدین دوستان عزیز علاکه که یک جراحیش در جای انشالله که جراحی دیگرش باید در وطن عزیز شود. خیلی که الله میرمون خودش میدونه که عاقبت کاری ما چی میشه برادران. فقط آرزوی پدر همیه که ما ساق سلامت با وطن عزیز رویش کنیم و نزد زن و فرزندک و کودک و خیشتواراش هر چی که باشه نباشه بوی وطن برادران عزیز زنده و مرده ما همه را میخوان که وطن عزیز ممره میگن که به خاک وطن هیجای همه چیز با فکر ما درسته و همه کارتای زبیربانک کارتای ختمه نوشتگی نوم احد علمویچ با نوم نصبی ختم چی میبره در زبیربانک؟ احد علمویچ احمد احد علمویچ احد علمویچ دوستان از رقم زبیربانک که ما گم میزنم با نوم نصبی پدر عزیزه در کدام نومی رو تلی 2 میتونی رقمش رو 952 765 1544 انشالله که ما پرش خیلی در زیر کامنتر می نویسیم پدر جان. رقم زبیربانک که ما برای شما برادرها گم میزنم 768 1544 رقم کارت را ما گم میزنم برادرها 52 28 60 05 63 69 90 75 پرش با در زیر ویدیو میمونم دوستان عزیز از همه احترام خواهش میکنم ببینید چی ما انشالله که در زیر نوار میمونم و زنگ میزنن از اول با خبر میشوند کسانی که باور نمیکنین برادران عزیز آدرس و سای همین نمره‌ای که موندگیم در واتساپ پیوسته همین نمره یا نمره واتساپ دیگه رای در همین نمره زنگ بزنن همراه صحبت کرده میتونن کار میکنه سیم کرده باز امروز سموش گذراندم نمره میگافون هم دارم 924 625 29 79 برای آنان برادرانی که این لحظه در کتش مسلم میکنه گذاشتن دستگیری میکنه و انشالله امید دارن که ما شما را ساق سلامت وطن عزیز میبریم چی بخنیم پروردگار خیراشون قبول بگردونه و هیچ کار در همین غربی خور نکنم هم امید دارن که وطن برام تن دیگه روزی که در وطن میشوه وطن آمین الله اکبر از خاطر نکنم پروردگار صفی شما رجوع مردم پروردگار زیاد دردونه که آدم های کم با قلم درمونده یادم میکنیم پروردگار داری بهش براتون شده باشه آمین الله اکبر. هزار آمد دوستان عزیز بیاین همه کسی که در رفیق هستین برادر رو یک استاپ کنین لایک بچین همین او را با دوستو با رفیقات پهن کنین بهترین کار میشه از همه احترامونه خواهش میکنم الله نگهبان هر یک ما شما خیر دوستان عزیز دستگیری فراموش نکنید